خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. ای پیامبر، چون زنان را طلاق دهید پس ایشان را در عده ایشان طلاق دهید و عده را دقیق حساب کنید و از خداوند پروردگار خیش بترسید. ایشان را از خانه هایشان بیرون نکنید و خودشان نیز در دوران عده بیرون نروند مگر اینکه عمل فحشا را به صورت آشکاری مرتکب شده باشند. این حدود الهی است و هر کس که از حدود خدا تجاوز کند بیگمان بر خود ستم کرده است. هیچ کس نمی داند شاید خداوند بعد از آن حالت نوی را فراهم کند. پس چون میعاد خود را به سر رسانند ایشان را به اساس مراجعت به وجه پسندیده نگه دارید یا ایشان را به وجه پسندیده جدا کنید و دو شخص عادل را از میان خود گواه بگیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید. این است حکم خدا. کسی به آن پند داده می شود که به خدا و روز آخرت ایمان دارد و هر کی از خداوند بترسد خدا برایش راه بیرون شدن از مشکل را فراهم می سازد و او را از طریقی که گمان نکند روزی می دهد و هر کی به خدا توکل نماید وی یعنی خداوند برای او بسنده است. بیگمان خداوند به سر رساننده فرمان خود می باشد. حقا که خداوند برای هر چیز اندازه تعیین کرده است. و درباره زنانی از شما که از عادت ماهوار مایوسند اگر شک ورزیدید پس عده ایشان 3 ماه است و آنانی که عادت ماهوار ندیده اند بر ایشان نیز عین همین حکم است و زنان باردار عده ایشان تا هنگامی است که بار خود را بگذارند و هر کی از خدا بترسد خداوند در کار او آسانی پدید می آورد. این حکم خداوند است که آن را بر شما نازل کرده است و هر کی از خدا بترسد گناهانش را از او می زداید و پاداش او را بزرگ می گرداند. ایشان را در جایی که نشیمن دارید به اندازه وضع خود جایگزین سازید و به ایشان زیان نرسانید و اینکه بر ایشان سخت گیری کنید و اگر باردار باشند به ایشان نفقه بدهید تا هنگامی که بار خود را بگذارند یعنی فرزندشان تولد شود. اگر برای شما فرزند شما را شیر می دهند مزدشان را بدهید. در میان خود به شیوه پسندیده مشوره کنید و اگر سخت گیری نمودید پس زن دیگری برای شیر خواهد داد. توانگر باید مطابق با دارایی خود نفقه بدهد و هر که روزی بر او تنگ شد پس باید از آنچه خدا به او داده نفقه کند. خداوند هیچ کس را جز به چیزی که برایش داده است مکلف نمی گرداند و به زودی خداوند بعد از هر سختی آسانی فراهم می کند. و ای بسا از باشندگان شهرها که از حکم پروردگارشان و پیامبر او سرپیچی کردند ایشان را شدیداً مورد بازخواست قرار دادیم و آنها را به عذاب بیمانندی عذاب کردیم و به این ترتیب سزای عمل خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیانبار بود. خداوند برای ایشان عذاب سختی را آماده کرده است. پس ای صاحبان خرد که ایمان آورده اید از خدا بترسید. بیگمان خداوند به سوی شما پندی را نازل کرده است. پیامبری را که برای شما آیات روشن خدا را تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به روشنایی بیرون آرد و هر که به خدا ایمان آورد و عمل نیکو انجام دهد خداوند او را به باغهای داخل می گرداند که از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه و برای همیشه به سر می برند. بیگمان خداوند به او روزیش را نیکو ساخته است. خداوند ذاتی است که 7 آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن. در میان آنها همواره حکم خدا نازل می شود تا بدانید که واقعا خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه واقعا خداوند بر هر چیز از روی علم خیش احاطه دارد.